سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان، عزیزان، اعضایان کانال مدرسه حنفیه، اگر در یاد داشته باشید ما با شما کمی پول جمع کرده برای برادر پرویز که در بنگلادش بود فرستاندیم تا او به نام مدرسه ما یعنی مدرسه حنفیه یک چاه بکند و خوشبختانه امروز بر من صورت و یک نوار از آنجا فرستادند که انشاءالله با شما حاضر این نوار را تماشا میکنیم و از همه شما منتدار هستیم که در این کار خیر سهم خود را گذاشتید و اینچنین از برادر پرویز که سبب این کار خیر شدن منتداری خود را بیان میکنیم و از خداوند طلب آن را میکنیم که این صدقه جاریه را از ما قبول گرداند، چون هر وقتی که از این چاه یک کودک آب می نوشد بدانید که ثوابش به هر یکی شما رفته می رسد. خداوند این صدقه جاریه را قبول گرداند. آمین. مرحمت، نوار را تماشا کنید.